یا علی، کسی که در خدمت زنش باشه در خانه، جارو کنه، رخت بشوره، لم یعنف، به دماغش هم نخوره، یعنی آرش نشه، کار کنه. کتب الله اسمه فی دیوان شهدا، اسم این آدم در دیوان شهدا نوشته میشه. و کتب له به کل قدمه، هر قدمی که برمیداره کار میکنه ثواب حجه و عمره، ثواب یه حج و عمره. هر رگی که در بدنشه مدینتون فی الجنه، یه شهری تو بهش بهش میده. یا علی ساعتون فی خدمت البیت، یا علی یک ساعت دادم خدمت خانه کنه خیر من عبادت الف سنه، یک ساعت عبادت خدمت خانه بهتر از عبادت 1000 سال و 1000 حج و 1000 عمره. یا علی خدمت عیال نمیکنه الا صدیق، آدم راستگو، شهید، یا رجلی که یرید الله بهی خیر دنیا و آخرت، مردی که خدا اراده کرده به او خیر دنیا و آخرت برسه، این خدمت زنشون، خدمت کار میکنه. خدا به همه ما توفیق بده در خانه این حدیث رو عمل کنیم، ایجاد محبت میشه. پسرت هم یاد میگیره، دخترت هم بعد شوهر کنه، پسرت هم بعد زن بگیره، پسرت هم یاد میگیره. اصلا تربیتی کار کنید، بسازید، در محیط خانه کار کنید. شما اونو بساز، اونو بساز، اونو بساز، مملکتمون آروم آروم آباد میشه.